با هر دلی که شاد شود شاد می شود. آباد هر کی گشت من آباد می شود. برندای عزیز تلویزیون لبخند سلام و هر ظرف مرا پذیرا باشین با امیدی که جور و صحتمند و سرحال باشین. با همه امیدواری شما را خوش آمدید میگین باز هم در یکی دیگر از برنامه های یک ساعت خنده که با یکی از جوانای بسیار تبخوش، با یکی از جوانایی که من دوستشان دارم، صادقانه اندیوالم است، رفیقم است، فعال است، فعال رسانه‌ای است، رسانه‌ام کار کرده، درسم خوانده، قصه های شیرین و شیرین با ایشان می داشته باشین. ای که نامشان چی است دیگه من کاری نمی کنم، از زبان خودشان میشنم، فقط من برش یک چک چک میکنم دیگه اون خودشان میفهمن که چی بگویم. در برنامه خوش آمدین. از احترام زیاد من که براتون دارم جناب استاد میگم و ارزش می جمله رم دارین. در برنامه خوش آمدین. یک سلام علیکم بکنین، نامتان و برنده عزیز بگوین که چه مصروفیت دارین، همینطور کم کم بخیر بس پیش میگین. بفرمایید. یا رب به خداییت با وانگه به کمال پادشاهیت، گرچه ز شراب عشق تو سرمستم، عاشقتر از این بکن که هستم. درود و سلام خدمت بیننده های تلویزیون لبخند. نورالله جامی هستم، محصل پنزه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ، مسئول جوانان کانون شهید عبدالقادر توانا و همچنان یکی از شهروندان مزار شریف که مسئولیت در بخش کارهای فرهنگی در اعضای انجمن جامعه مدنی افغانستان، همچنان در بخش رسانه ها فعالیت داریم. گفتی او بداره این کل گپا رو گفتی برنامه خلاص کنیم. از بگم خیر خدا حال زیاد گپای دیگه باقی مونده. جانتان جور سلامت باشین. میگه خبرنگار رفت پیش کدام نفر گفت بیادر گل همی قریهتون چرا تا بالا قیم نشده؟ شروع کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه شما، با اجازه کامرامینتان، با اجازه رئیس صاحبتان، با اجازه والی صاحب، با اجازه قاضی صاحب، با اجازه فلانی خان، با اجازه کلمتر صاحب گذر، با اجازه کلمتر صاحب خود ما، با اجازه کلمتر صاحب شما، با اجازه دکاندار، با اجازه دکاندار و با اجازه خسران، با اجازه خوشویم، با اجازه خانمان، با اجازه خبرنگار صاحب خدا و قرآن از قریه نیستم، از قریه بالا هستم. زنده باشین، سلامت باشین. از فعالیت ها خود گفتید نه ماشاءالله یک از زیادیات عنوانایش گفتم. عنوانایش هنوز مانده دیگهش. سلامت باشین. جوان تبخوش معلوم بشین. سلامت باشین، بخیر باشین. زنده باشین. ازدواج کردین؟ گون که دلم آرام شود. نه نکرده. نه، مصروف تحصیل هستم. چی وقت تحصیل خلاص میشه بخیر؟ بخیر 1 سال بعد. 1 سال بعد. انتخاب کردی کدام داره؟ نه خیر، نه، یک بار ماستری خود تمام بکنم بعد انتخاب میکنه. ما در روانشناسی خوندیم میگه هر جوان باید هدف داشته باشه. هدف از ای که مثال داینده ما میخوایم دکتر شم، بله، داینده ما میخوایم انجینیر شم، حتی در دوران مکتب دکتر و انجینیر و پیلوت و فلانی و حتی گفته در مورد انتخاب همسر من چی رقم یک همسر داشته باشم؟ زیبا باشه، چاق باشه، لاغر باشه، مثل موارد دراز باشه، لنده باشه، مویایش
دراز باشه یا مویایش بچگانه بانه چی رقمت. وحیر هم گفته که نامش نوشته کنین فلانی 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 فلانی. امی همسر خودم آوردن در خانه نامش چنج کنین کدام نام سرش بار. اینی کار بکنه این گپ مرا قبول نکنه. برین از یک دکتر صاحب پرسان بکنین در بخش صحت روانی که میدانن باشان بگوین که اینمی بچه اینی گپ گفت راست است یا غلط. شب رفتین بخیر و مادر جان بگوین که ما زن میخوایم و ما زن بگیریم. این گپ است. ما در کشوری زندگی میکنیم که در این کشور تمام جوانا این آرزو را داره. تپک پشت زن است. زن باشه هم مثل سارکان باشه حسابی رو کنه و غدا شب و روزشان در فکر میگه کدام بچه میگفت که والا با ما زن میگه پدر خدا میگفت مادر خدا میگفت با ما زن میگه گو برو بچه بعد از برادر کلان نوبت خود است خود زخوام تو این گپ میداد بالاخره برادر کلانش عروسی کرد بیادبی ماف دیگه همیشه با عروسی شد دیگه. این عروس و داماد رفت خانهش کلا گرفت در خواب کردن این بچه دیگه پیش دروازه برادرش دیگه همین تو ششته مادرش پدرش بود گلا بروی تان میرفت رفت حاجت میبینه که بچه این گفت چی میکنه او جانگور برو خواه شد. اون گفت شما گفته بودیم بعد از برادر کلان نوبت خودت است. خب حرفتان ادامه بدین نماره. ما گفتم زمانی که ما در افغانستان زندگی میکنیم در قدم اول هر جوانی که هدف داره باید به او هدفش برسه. برای رسیدن به او هدف باید زیاد کار بکنه، تحصیل بکنه، علم بیاموزه، مطالعات زیاد داشته باشه، خدمات زیاد را در جامعه انجام بده. زن زیاد است. زن زیاد است اما جیبا خالی است. اما جیبای جوانای ما خالی است و زمانی که ما زن گرفتیم نمیتونیم به هدف بزرگی که داریم نمیتونیم برسیم. ما رد میکنم. چرا رد میکنم؟ با چرایش بعدم شما صحبت اطلاع یک نمونه از اطلاع براتون میگم. اطلاع زمانی که یک بچه ولگرد کوچه‌ای بود به نام کتابی است از ولگردی تا امپراتوری تا دیکتاتوری کتاب داره. بله. و در کتاب نبرد من هم نوشته کرده که انشتاین چی رقم بود؟ انشتاین هم تو بودن. انشتاین خوب بود. بعد اطلاع زمانی که در رهبری را میرسه بعد 2 روزی که پیش از اینکه میمره میفهمه که در زیر زمینی کشته میشه. بعد همراه یک دختری عروسی میکنه 2 روز. 2 روز دیگه خوب ایشونوش کرد روز سیاه و اینا چیز خیلی خوبش است برای ما، الگوی خیلی خوب است که ازدواج نکنیم. حال وقتش نیست. بدر حال خودت که در دلت ازدواج نیست. 2 مسلمان دیگر را باید ازدواج بکنه دیگه. این رقمی جوانان را پیدا نکن دیگه. برای این مثال را می خودت سن چند سال است؟ 26 ساله. چند سال خلاص میکنی پنتون؟ چند سال میشه؟ 1 سال بعد. 1 سال بعد 26 گفتی 27 میشی. 27 یک 4 سال بگیدم ماستری 27 29 30 31 با اون مثال اگه بری یک ماشک یک چیزا که تعیین بکنی یا خانه 8000 و 9000 اما قدر دیگه 70 سال دو تیر کو تا که 4 لک 5 لک پیدا کنی که عروسی تا بکنی. یک وقت سعی کنی خودت بیشتر بیارکه شیر دندانا داشته و معده شده یا خراب شده یا دیگه شده فهمید وقت با عروسی مزه نمیته. هر چی در جوانی مزه میته. عروسی در جوانی مزه میته، عبادت در جوانی مزه میته، مستی در جوانی مزه میته، توبه کردن جوانی مزه میته. ولی مثال تو گفتی وقت است. این مالی مرگ ما با الله معلوم است که ما چی وقت میموریم. همونطور است. هر چقدر گپ ما قبول بکن و این مسئله پول گفتی این در این مورد من چیز گفتن نمیتونم دیگه. هر چقدر اگر عجله کنی ازدواج بکنی با فایده خودت است.
ما در بیننده ها بگم برادر خورد ما عروسی کرده. ما منتظر فقط تحصیلات ما منتظر از اوستی که من برم دام در واقع بشینم. خب برادر خودت عروسی کرده، خودت هم بخیر میخواید عروسی بکنی. بخیر انشالله. زنده باشی. اجازه خواست؟ بفرمایید. جان سلامت باشی. این چی است؟ این ورقای نوت است. ماشاءالله یگان صحبت ها یگان قصه بکو طول میره میکشم. این سرتیفیکیت و شهادت نامه با عرض معذرت یک عادت دارم جناب استاد، وقتی که کرتی یک نفرم میپوشم اولین کار میکنم جیبایش سعی میکنم، وقتی که بایک یک نفر سعی میکنم بدون سعی میکنم دیگه چی نباشه. او هم چی خوردنی هم نداشت جناب استاد. یک فکایی برای این بیننده ها ما میشنم بفرمایید. روز امتحان بود، دانشجویا امتحان میداد، یک شاگرد گرفت ورق سفید خود برای استاد داد. استاد پرسان کرد که چرا این ورق سفید است؟ گفت نمیشه که من هر چیزی که در ذهنم است او را بیان بکنم. استاد خنده کرد، ورقش گرفت. بعد دیگر روز نتایج اعلان شد. استادم 0 داد. در ورق 0 نوشته کرد. گفت این 0 باعث نمیشه که تو شکست خورده باشی. من آرزویی را دارم که تو سال آینده رم از همین تب خوشی که داری، تب شوخی که داری، من میخوایم سال آینده رم تو دمی سمت باشی. سلامت باشی، زنده باشی. جان جور میگه استاد پارچه را تقسیم کرد به شاگردا دیگه، یگان 5-6 شاگرد بود دیگه، چیزی یاد نداشت غیر میشه و روز میرفت در مکتب و خو میکرد، با شو میرفت سریالا را سعی میکرد. چطور جور آمد با هم باز و امتحانش پارچه را داد دیگه و به شاگردام دیگه چند شاگرد دیگه چیزی یاد ندار، لپکا دیگه خشک میره گرفته دیگه میگه خدا جان دیگه. نوشته که دوستا جان گلقند برگ سبز توفه درویش لطفاً امروی ما کمک کنید. استاد دیگه پارچه را سعی که دید که به حساب امین نفر این نوشته کرده که برگ سبز توفه چیز سبز و چی رقم باز استاد 1-0 کلام نگو بچه کم ما کرم شما. سلامت باشید. مرم وقتای مکتب که بود سوالات مکتب حل میکردم، باز 1-2-3 سوال شد برای استاد میگفتم که من در این درسان آمده بودم. ادامه بتین جناب استاد، ادامه بتین که من اینجا باز خوب بودم. این نمرات استادم خوب نمره میداد. ماشاءالله 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 ماشاءالله. خود جناب استاد در این مورد صحبت بکن به برنده از نشان بده که من دیگرارم همینطور قطار بانم. کاظمی صاحب میشه این سرتیفیکیت است از دانشگاه کابل. زمانی که من در دانشگاه کابل کامیاب شدم در حقوق علوم سیاسی. شما هر حرفتان بگوین. کاظمی صاحب لازمت میشه یک زوم یا نه همون تو باشه بابا. ترنینگ اند پرزنتیشن است در مورد اینکه ما چگونه برای مردم یک پرزنت خوب بتیم. در این مورد ما یک درسایی در دانشگاه کابل خوانده بودیم، چون زمانی که من در دانشگاه کابل کامیاب شدم در رشته حقوق، در اونجا سمینارهایی در مورد مثل این که پروپوزال رایتینگ است که ما چگونه نه خیر نه فرق میکنه. خود هر کدامش باز حرف میزنن، اولی را خلاص کنین. در مورد اینکه ما سمینار میتیم چگونه مهارت سمینار دادن را باید بفهمیم، برای مردم کارگاه های آموزشی دایر بکنیم. در این مورد بود و این دیگهش turning proposal writing است. beginning proposal writing. بله. درست دیگه باشین پاک ما انگلیسی بیره turning writing proposal درخواست باد رو میاره شفتر کرد. برو گفت از خیلی در مورد اینکه چگونه ما درخواستی بتیم برای
این که ما بخوایم که سرک ما را بسازیم، مکتب بسازیم، از استفاده این سرتیفیکیت به مو خاطر است که ما در ادارات دولتی، در ریاست جمهوری یا یکی از مؤسسات بین المللی چگونه یک درخواست نوشته بکنیم برایشان بتیم که اونا قبول بکنن. زنده باشین، سلامت باشین جناب استاد. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. این از طرف کمیته مسئولیت خبرنگارا برای اینکه یک کارگاه آموزشی را کمیته مسئولیت خبرنگارا دایر کرده بود. در اونجا ما چگونه در مورد شبکه‌های اجتماعی، در مورد رسانه‌های اجتماعی، در مورد اینکه ما سفر میکنیم یک جایی چگونه از خود محافظت بکنیم، چگونه شبکه‌های اجتماعی را محافظت بکنیم، دیگه در اون مورد بود. اینه یک بیرق است، بیرق کاپ ببخشید دیگه معرفه میزنم. ما امریکایی را کافرا منیجمنت لیدرشپ است. این بیرق است، بیرق هم امریکاست. با این طرف گنجش است. یکی برای داده جناب استاد. این از مؤسسه تعلیمی کمبریج است. ما در اونجا انگلیسی میخواندم. ماشاءالله. دیگه از اونجا سرتیفیکیت دریافت کردیم. خب دیگهش باشه جناب استاد. خیر باز کلش ان شاء الله با نمایش چی میکنیم؟ نشان میدیم. گفتین سمینار خبرنگارم هستین؟ بله، در رسانه ها تقریبا 7 سال میشه کار میکنم. صوتی یا تصویری؟ شنیداری میگه یا دیداری میگه؟ چی میگه؟ ما متخوانم در دفتر نای. زمانی که من صنف 10 بودم مدیر مسئول تلویزیونی کام، زمانی که خوش ما بودین در بخش خلاقیت مسئولش بودم. آلو بدر او خوب میگه از تلویزیون دیگه نفهم میگه کام میگه از کامگار سوی بود میگه. بله، ما در بخش تلویزیون شما خریده بودین؟ ما کارمند بخش خلاقیت تلویزیون کام بودم. دیگه بعد از او در تمام رسانه ها در بخش آیتی و گرافیک دیزاینر، مدیر ادیت، مدیر خلاقیت دیگه ایفای وظیفه کردیم. دیگه یک سالم در بخش خبرنگاری با تلویزیون ملی همکار بودیم. دیگه فعلا هم مسئول نظارت یک از رادیو هستیم که از خود ماست، رادیو فجر. ماشاءالله. در اونجا تمام کنترل اونجا را به عهده ماست. مدیر نشرات است دیگه؟ نه خیر، نه، او از خود ماست. فقط دوستا هستن کار میکنن، ما فقط همکاری میکنیم. زنده باشین، سلامت باشین. در بخش گرافیک یک گرافیک مثال ما خودم مرا کارتونی بسنی رقمی کن بیایم پشتون چی رقم جور میکنی رو باز گرافیک که کله مروس میکنه. خداوند جنتا نصیبش بگردانه. مامای مهربانم جناب محمد آصف جلالی یک برنامه داد پارنده میکنه کلر شو میدانه بای باز از قطی باز لبا میبرم یعنی لبخند، خوشی، خنده. ولی ما باید قسم نگاه جا بکنه که یک کلر اینجا مین بکنه باید رقمی بشه رقمی مثل که در چی باشم، در دریا باشم او بازی بکنم. چی رقم میتونن جور بکنن؟ انسان ها در افغانستان گرافیکش در او قدر به سطح بالا نرفته که مثلا انسان را بگیره می شکلش سر یک نفر دیگر را بشنانه. به خاطر که او در مایا کار میشه، مایا را در افغانستان تدریس کرده نمیتونن، بعد محروم هستیم. اونا در فیلم های اکشنی بالیوود اینا استفاده میکنن، از این پروگرام استفاده میکنن. ام خنده، ام پیام، ام فعالیت ها زمزمه میکنه جناب استاد. اما بان که نیا خلاص شوه این جوان است که ماشاءالله بدر ما چند 4-5 خصوص این بخش CIT است، از بخش آفیس زمانی که از مؤسسه تعلیمی آذرخش 10 سال پیش فارغ شده بودیم. جا بیچار من گفت مکس سیاست را سکس خود بود. مریت سرتیفیکیت از بخش انگلیسی است. جا بیچار سلامت باشی. خانه شابادیگان زنها که میگه
فلانی نیست آورده خانه شاباد خانه شاباد نشان میتم مردم خانه شاباد اینه جناب استاد ریزل شیت از ریزل شیت ریزل شیت ورقی نتیجه شیت انگلیسی چی میگه؟ شیت شاداب شید خاموش بشین شیت خاموش از بخش ورد یکی از بخش های آفیس است ما اوج خلاص کرده بودم زنده باشید سلامت باشید زود جناب استاد که کلش یک رنگ است لیک عکس‌ها از دیگه پروگرامش هست از هر پروگرام بس سعی کنم خیر وا کار خودم میکنم ما کار پلان دارن که بخیر که باز میگم خب ایره گفتین دیده اینو ایرم ای پلاس است از این پلاسو این پلاس سعی کنین سال شما سعی کنین I'm sorry سال 1390 است از اولین پروگرام ویندوز است سلامت باشین زنده باشین دیگه دست کاظمی صاحب درد نکنه که یه زوم میکنه سر همین چیزا خدا بگه بیا کاظمی صاحب لایو میگم خداوند به مراد و مقصد برسانه دستکایت شخ شد که زوم میکنی اوت میکنی زوم میکنی اوت میکنی زوم میکنی اوت میکنی گلول ما رو خوش کردید صد چایتانم مادر خبرنگاری خوانده بودیم بله میگه وقتی که انونسری میکنی گویندگی میکنی او نخو او باعث میشه گلونه خراب میکنه البته در گویندگی میگم سخنوری میگم در دیگه بعد جای دیگه فایده داره بهتره چیز خب بیا دیگهش باشه مثلا یک زمزمه بکن یک زمزمه نالی نگوی که ما یک تقدیرنامه دارم خیر مشکل نیست جناب استاد اینه من اینجا میمانم باز من احمد ظاهر خیلی آهنگایش دوست دارم از کی؟ از احمد ظاهر ظاهر شما باید چیز کنید عشقهای من همچون قطره های باران است قطره های باران است با کی گویم من قطره های باران است با کی گویم من اشکهای من همچون قطره های باران است قطره های باران است با کی گویم من آفرین ماشون شکایت ها دارم با کی بگویم شکایت ها دارم با کی بگویم افسوس مدارم محرمیم اشکهای من همچون قطره های باران است قطره های باران است با کی گویم من و با عرض معذرت از ما که بعضی جایا شعری طرف غلط گفتم دیگه گفتم خب خیر او مزه میته زبان خدا به زبان خود آدم هست این مال شما است میتو دیگه تو شاد دیگه که اشکای ما رو جوری کنی دیگه زیاد باشه دیگه کم نباشه که باز ما شما زمزمه بکنیم ما یار جور میکنیم برین دیگه جناب استاد دیگه اولین بار است که پیش شما نه بانمانه نیست جناب استاد که همه آهنگ هم از ظاهر میگه امشب نه صحیح امشب قصه دل من گوش میکنی فردا مرا چه قصه
فراموش میکنی فردا مرا چو قصه. حالا جناب صادق‌الدین یک آهنگ دیگه بخون. اینا ما خواندم کلش را ما خواندم ولی چند بریندا چه میگه که او باید تو میمانم میاری کل چیز خود میزنم خود میکنی آهنگ خود میکنی خیلی چی میکنی میمان آورده برین سر یک آهنگ دیگه بخونی که بخیر تخت نامه را باز بخیر نشان میتیم برین دیگه. از یکی از فرهاد دریا را میگیم. فرهاد دریا آوازخوان محبوب کشور ما میگه فراموشم شده برا که دست بلندی ها هوایی تازه داره بلندی ها هوایی تازه داره دلی ما همینطور آهنگ مرا خلاص شد. این آهنگش خیلی آهنگ نه بیسته آل مجبور از باز کلنکاری کنم. بلندی ها هوای تازه داره جوانی دردی بی اندازه داره. برو دیگه برو نه خب ما پرشم مزم تا مکرد امی آهنگ که من خوش داشتم امی آهنگا بود. خب تمام شد. بله یک زمزم فکوهی بگوین دیگه. میگه رد برای فکوهی را بدون اجازه می تو گفتم رد برای یک گربه خیلی هوشیار بود. خب منظور گربه پشک میگه. یک پشک خیلی هوشیار بود. انگلیسی کت میگن. بله در ایرانی گربه میگن. ما میگیم که اونجا ببخشیم کار بخش کمره ما کاظمی صاحب میگه کت او بچه مرا غیر پشک میگی؟ فکر که کت مرا غیر پشک میگی. سی یو تی کت میشه قطع کردن میشه سی ای تی کت پشک میشه. بره یک پشک خیلی هوشیاری بود که هیچ وقت خود بگیر هیچ کس نمیداد و یک نفر شکارچی بود که همیشه به دنبال شکاری پشک میره. میخورد چطور؟ دیگه او رو شکار میکرد به خاطر شکارش به خاطر خوردنش به خاطر که از او استفاده میکرد. بعد این پشک چون گشنه مانده بود یک چمچق را پیدا کرد. یک پرنده ای را که او میخواست شکار بکنه. زمانی که این پشک میخواست که او پرنده را شکار بکنه این شکارچی پشک شکار کرد. تمرکز پشک بالای او چمچق او پرنده بود. خبر نبود که شکارچی اصلی پشک را شکار میکنه. این خلاص شد. این خیلی داستان سیاست افغانستان را نشان میده. ما به دنبال دیگر چیز هستیم. ما به دنبال دیگر چیز هستیم و او در دنبال دیگه چی؟ او در دنبال از این است که شکم ما انت شوه. ما در دنبال از هستیم که شکم ما خیر تو بانا وطن خوب شوه. بله ما در دنبال از او و در دنبال از او. زنده باشید بازم. این سرتیفیکیت از اکرم زاده یکی از اکرم زاده خب ما یک هنرمند داریم بخش تئاتر تمثیل در کابل. یکی از آموزشگاه هایی است که ما 7 سال پیش در بخش اینترنت خوانده بودم. تمام بخش های اینترنت در اونجا خوانده بودم. باز اینا برای ما سرتیفیکیت دادن. این بخش ترنینگ منیجمنت اند لیدرشپ است. آموزش مدیریت و رهبری است که در دانشگاه کابل برگزار شده بود. ما چگونه مردم را مدیریت بکنیم چگونه رهبری بکنیم. فرقش مدیریت با رهبری چی است که در این بخشا ما آموزش دیدیم. باز خودتان مدیریت خواندین که رهبری بکنین باز
یک گپ بگویم ما سیاسی نشه با جناب اشرف غنی باز قسم بخوانده که مردم چی رقم بکشه به چهلو نیرن ما در کشور ما مدیریت کشتن می آموزن این کشتن او ما مدیریت و اداره مردم را ما خواندیم. زنده باشین وای این سرتیفیکیت آیتی تکنولوژی است در بخش تمام برنامه هایی که CIT پروگرام کامپیوتری است، از اونجا فارغ شدیم دیگه. این دیپلم برای ما دادن. زنده باشین. در رادیو کدام برنامه هم دارین یا نه؟ نه برنامه نداریم. امی ماهی بخیر سال جدید یک برنامه صبحگاهی میخوایم جور بکنیم که با دوستای خود بتونیم یک خدمت بکنیم برای مردم خود. زنده باشین، سلامت باشین. ما میخوایم امروزتون کار بکنیم. اول خودم معرفی بکنین. نه اول کنستیر میویسن. اول جور بخیری که میکنیم. سلام علیکم، جور هستین؟ بخیر جان؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوش آمدین. خوش باشین، سلام. بفرمایید. چی را بفرمایید؟ به خاطر چی آمدین اینجا؟ به خاطر کار آمدم. من راستش بگم که همین رادیو را گوش میگرفتم. بعضی ها هستن دور از گوینده و موجیای خوب باشه که سر کارشان قد دخترات مردم به خود خوار مادر دارن ندارن دیگه. رادیو ما از اون گپا نیست. اجازه بدین دیالوگای من خلاص نشده. همین میگن که چاشنان چه خوری، صبح چه خوری، دیگه چی کردی. بازمو من بسیار دوست دارم که امو اکتا و اکشانه اونوار من بگیرم و بکنم. من آمدم نه رادیو ما یک رادیو اسلامی است. خیر من دیگه باز کمه روشن کردن افکار مردم کار میکنیم. چی قد گروپ دستی روشن میکنیم. این که مغزا رو با کتاب ها با علم و دانش میتونیم روشن بکنیم. اگه اون مغزی که بیخی روشن نشه باشه خواب برده رو قد کتاب مغزش میزنه تو. اسلام آمد که تا خواب برده ها رو بیدار بکنه. آنانه که در خواب عمیق هستی نمیتون کرچی کنی که بیدار کنی. احمد بیدار شو وقت نماز است. احمد بیدار شو باند کن مادر خواب دیدیم. احمد بخی بیدار شو وقت نماز باند مادر باز دعوا بچه مادر چی گفت؟ خب خیرم میخوامتم چی میگه تو نماز است میخوانیم یک روز دیگه میخوانیم مادر خاموشه با زور خم نفر شما چی رقم مغزش چی میکنن مغزش خواب برده. اولین آیت قرآن شریف خیلی خوب بیان کرده. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. خدا میگه که زمانی یک کار خلاص کردی تمام کردی برو به دنبال کار جدید. این کار تمام کردی دیگه کار بکن. و این شیوه زندگی است برای یک انسان که میخواد زندگی بکنه و تلاش بکنه پشت کار داشته باشه و موفق شود. این است که با یک نماز خواندن کدام جایی را نمیگیره. اینا فرایضایی است که به شکل طبیعی در وجود ما باید باشه. به شکل یک عادت باید ما تبدیل بکنیم. راست بگید. الله پاک به نماز ما، به روزه ما، به زکات ما ضرورت نداره، نیاز نداره. اون چیزی است که در روز آخرت به درد ما میخوره. مثال من یک مثال بتم که ما یک جای کار میکنیم نصف پول خودم میمانیم در بانک بخش ذخیره که در روز مبادا کار بیاید. در روز آخرتمون مقسمه عمل نیک، عبادت، روزه، حتی یک گلاس چای ما با محبت به یک دوست ما که میمان باشه میگه ما بگی اینمی یک نوع امتیاز است که خداوند جل جلاله در روز آخرت نصیب ما میگردونه و ثواب است که نصیب هم مسلمان ها میکنه. بفرمایید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد میگه که لبخند برادرت در مقابل برادرت صدقه است. این که در مقابل برادرت با پیشانی گشاده لبخند میزنی، خنده میکنی یا ای که او را خوش میسازی، این خودش صدقه است. به این معناست که تو یک خوشی را برای او تزریق میکنی. باز یک گپ دیگه هم است. با عرض معذرت بازم گپتون قطع کردم. ما در صنف 4 مکتب خواندیم. میگه خنده دو نوع است. وقتی که مثال خنده میگه طهارت داشته باشی طهارت مشکنه.
خنده، تبسم. اینمی کار ما فعلا ما میکنم. خدا گردن بسته نکنه، خداوند ناراض نشه. از میگه یک مطلب است، میگه چیزی که عیان است چی حاجت بیان است. ایره اگر مرد چوار پیش کامرا بگه نه والا ما کار ما حلال است و کار ما خوب است، الله پاک میگه بد کردی، منافق، می کارت غلط است. این خنده دادن میگه اشتباه است. اما چی کنیم؟ از خاطر یک لقمه نان میگه به الله پاک خودش دیگه سر ما همه مسلمان ها رحم کنه که ما را مورد عذاب خود قرار نده. ما از عذابشان میترسیم. خنده دادن تو نو است. من نو گفتم. یکی هست که زمان خنده به سه نو است که در سر نماز است. زمان نماز دیگه که خنده میکنه. سر نمازش نکنی. احسن. خب چی رقم؟ یک نماز مثلا غلط میکنی. صبر کن غلط شد دوباره میگی چی رقم؟ یک پیر سر نماز است ملایمان طهارت نداره میگه. فکر یادم صبر کن که گم بشه. بعد یک دقیقه باید خنده بکنی. و این خنده سه نوع است. یک خنده قهقه است، یک خنده ای که یک صدای کمک میبره، یک لبخند است. ای که خنده قهقه میکنی طهارتت میشکنه. ای که خنده که کم طهارت میشکنه. ای که در اسلام آمده، این بخش عقاید اسلامی است. زمانی که در اسلام هر چیز گفته میشه باید قبول بکنی. بعد این قسم است. و حضرت موسی علیه السلام برای مردم میگه که ما از مسخره کردن مردم به خدا پناه میبرم. یکی خنده دادن است، یکی مسخره کردن است. ما بالای کسی مسخره نمی کنیم، تمسخر نمی کنیم. میگه مسخره کردن بیخردی است. حضرت موسی علیه السلام میگه. تفسیر نور است در جلد اولش در پاره 2 در این مورد خیلی خوب بیان کرده که ما با لبخند با چیزایی که مثلا در این جامعه اتفاق افتاده او را بیان میکنن و مردم خنده میکنن. زنده باشی، سلامت باشی. فکر یادم نره میگه کدام نفر به حساب دیگه دور از آزرا و غیر آزرا ریش مانده بود، سر دوستایی که ریش مانده آزرده و خفه نشم. من احترام دادم فکویی هستم تو. این فکویی قسم دیگه بود، من قسم دیگه میگم باز میفهم. یا ریش مانده بود و به اجازه گل دیگه خودم ملاردول میگرفت سر مالسه با همچنان به بد نخوره. خو یک روز دیگه چند نفر دوستا گفت والا وقت نماز است. اینه گفت ما نماز میتیم چی گپ است؟ خو الله اکبر گفت چیز که اول خود سوره یادش رفت. گفت بیا داره ببخشید. الله اکبر با خب چی گفت دیگه دلش الله پاک میفهمه. امی که رفت با اجازه گل دیگه پینگ یک صدا شد دیگه کلا که دیگه خدا خب گرفته بان که نماز ما خراب خوش شد، ما خود دوباره نماز میخوان بان که نمی کم نبیاید دیگه. این نماز السلام علیکم دیگه خیلی دعا که گفت برادرها ببخشین که ما خیلی رقم یک نفرم شوخ رقم بود. گفت لالا جان تو خدا ملا میگیری نام مال سایبارم بد گیده کارت. نماز خوب نماز داد لیکن تا آخر ما را پنچر دووندی. خب ملا را میگفت تیل من خلاص شده بود. دیپلم از یکی از آموزشگاه هست از بخش انگلیسی تقریبا 10 سال پیش خلاص انگلیسی خوندی و بدر دیگه. ما از صنف 4 خواندم. در این جامعه ضرور است که باید بخونی. انگلیسی خونده میگه در کشور ما خود کاربار نیست دیگه. بله. میفهمه کدام جوان با حساب 12 سال مکتب 4 سال پانتون بالاخره کار پیدا نکرد رفت در کشور. 4-5 سال بود بالاخره نامزد شد دوباره آمدم و قریه خود دیگه دمی سنه که میایه صبح امریکایی ها میادمه قریهش که پرسان بکنه که در قریهتون چی گپ است و او داره و نان دارین و چای دارین. ما خود چای داریم. چی رقم گپ است؟ بالاخره کسی انگلیسی نمیفهمید. امی کلمتر گذار یا قریه دار بگوید.
دوستای دیگهش گفت او بچه فلانی گفت نو آمده است از بسم الله گفت نو آمده که از کشور خارج اونم انگلیسیش خوب است برو صدا کشه خوی رفت دیگه این دیگه بسیار ناز کرد دیگه اون یگان تو خارج بره باز یگان ناز قل خدا میکنه او که او چی رقمی یس و چی رقمی خودش هم باز اونجا میره ما همشان گفتن نمیتون بعضی هایشان سگوارا میشویه باز اینجا بیا باز خدا با سر ما اختر شیلا میکنه با اجازه گل دیگه خوب ناز و چیز که خوب پیش رفت پیش امریکایی گفت how are you دیگه امریکایی میگو بیاد انگلیسی میگو بیاد چطور قریه تو نو داره گفت yes خود جنگ من نیست no این دیگه خوب تو نو یس چیزی یاد نداشت بالاخره دیگه امریکایی حسابش خراب شد که این امریکایی یک سوال میکرد این دیگه جواب میداد بالاخره مثل دیگه بند کرده روی زد این نفر با واه روی می امریکایی بایسته مترک شد برو کنم این کلمتر گذر حسابش خراب شد گفت چی بچه فلانی ترا سلیزت چرا چی نگفتی گفت خوب که قسلیزت گفت نه چرا گفت میفهمی امریکایی مرا چرا قسلی زد گفت نه گفت امریکایی مرا از خود قسلی زد گفت او خدا طرف بشرمانه او بلا طرف بزنه تیخ انگلیسی یاد داری چی میکنی افغانستان خب بیا امروز برو خارج ایره گفتین؟ بله ایره گفتین کم مونده این تحسین نامه است که از آموزشگاه پیام مهدی یکی از آموزشگاه های مزار شریف است از اون انگلیسی است گل گفت که من یوسف مصر چمنت آیستا برو سر میروان آیستا برو نه مدیر خبرگزاری صفحات اجتماعی کانون شهید عبدالقادر توانا من در این بخش با تمام بچه ها همکاری میکنم و همچنان مسئولش هم بودم یک جهان سپاس لطف کردین زحمت کشیدین در برنامه آمدین و ماشاءالله تقدیرنامه زیاد دارین صحبت هم زیاد است عرف هم زیاد است چون که وقت برنامه کم است از اینکه در برنامه تشریف آوردین یک جهان سپاس در اخیر برنامه قرار داریم اگر کدام ما این سوال در هر میمان برنامه تقدیمشان میکنم بهشون میپرسم بعض سوال آدم نمیتونه مثلا من دل شما خبر ندارم شما در چی هدف اینجا آمدین مثلا در این هدف آمدین گپ زیاد نکنم که یک سوال مثال بکنه بگه که چرا انگشتر پوشیدی که من دکان انگشتر دارم در این معلومات بدم دیگه موضوع را باز خودمون نفر باید جور بکنه یک قسم بیان بکنه دیگه کدام عرف باشه کدام صحبت باشه بدون پیام کامرا در خدمت نگه نباشه یک پیام به شما می داشته باشیم که وقت برنامه تمام است اونو کامرا بلندتر کمی لطف کنیم باز تشکر و سپاس از برادر ما که در بخش تکنیک هستن و کامرا هستن بسیار زیاد تشکر زحمت میکشن و نه چه کامرای تو میکنه زحمت چی هست از شما همچنان تشکر که ما رو دعوت کردین پیام ما برای تمام جوانایی است که اگر میخواین موفق شوین اگر میخواین که دشمنانتان را شکست بدین کاری بکنین که دشمنایتان نتانن و او کار عبارت از کسب علم است و کسب حکمت است بدون علم حکمت کسب کرده نمیشه حکمت علم عبارت از راز و رمز علم است که باید منطق علم است باید مردم افغانستان و جوانان افغانستان باید او را بفهمند و خدمتگزار مردم عزیز خود باشند تشکر از شما زنده باشین سلامت باشین با تشکر از شما دوست بسیار خوب ما و تشکر از همه بینندگان عزیز تشکر از همکار بسیار خوب ما که در بخش کمره هستن جناب کاظمی صاحب فیاض جان کاظمی یک بچه بسیار خوش یک بچه است که
ماشاءالله روزی که من ببرم رو رستوران برش نان بخرم خوبن دیگه. حالا روزی که بازو نان بخره یک هفته امروز ما گپ نمیزنه به خاطر که پولم مصرف شد. ایرا شوخی کردم. این بود برنامه که تقدیم شما دوستا کردیم. ما منتظر انتقادات و پیشنهاداتتان هستیم. میتونید در کانال یوتیوب تلویزیون لبخند بریم برنامه های مختلف تلویزیون لبخند دنبال بکنیم. بخصوص برنامه 1 ساعت خندره که امین اکنون هستیم و میتوانید نظر، انتقاد، پیشنهاد، یگان فکاهی، یگان مناکم جالب ما آدرس را ارسال بکنین که ما در برنامه استفاده بکنیم. در فیسبوک برنامه لبخند برین. البته این فکاهی، انتقاد، پیشنهاد چیزی که دارم اونجا ارسال بکنین. تا که دوباره برمیگردیم با یکی از شخصیت‌های بزرگ دیگر صحبت میکنیم. میگیم خداوند نگهدار همه شما 1 دقیقه. اینو مال ما یک کار میکنیم با یک صدا میگیم زنده باد افغانستان، مرگ به دشمنای افغانستان. چی گفتی؟ بیا این طرف بیا بسم الله. اینه میشه دوستا بده میشه زنده باد افغانستان. نه صحیح دیگه. زنده یک 2 3 زنده باد افغانستان، مرگ به دشمنای افغانستان، مرگ به خائنا، مرگ به قاچاقبرا، مرگ به دزدا.